سلام علیکم دوستای عزیز. این طفلی است که از پدر و مادر یتیم مونده، از پدر و مادر بی جای مونده، از وطن آمدن به خاطر لقمه نانی که خود را به شهر نزدیک بکنن، به خاطر که پول فقرا، پول مساکین افغانستان به دبی و سوئیس و آمریکا و کجا بلدینگ خریده شده. این طفلها در افغانستان ضایع میشه. از پس بلدینگ های دبی و ترکیه و کجا مردم فقیر افغانستان تماشا میکنه. پول فقرا مساکین افغانستان را بردید با خود. شما نبودید به پشت منابر، به پشت مایک ها قرار می گرفتید، می گفتید که ما خدمتگزار شما مردم افغانستان هستیم. مادری که از تاثیرات شکم گرسنه طفل در جای گذشته خودش رفت، پدر رفت، از یک فامیل تنها همین طفل باقی مانده. که ما حکومت داشتیم، که ما حکومت دوست داشتیم. برادران و خواهران گرامی و مؤمن و مسلمان من، اینجا افغانستان است. اینجا ملکی است که ملک مظلومان است، که هر کس آمد به نام اینها حکومت کرد، یا هر کس آمد به نام اینها بر خود بلدینگ جور کرد، به نام فقرا و المساکین. گفت ما بر شما خدمت میکنیم، ما خدمتگزار وطنیم. پول را از کجا گرفت، رفت پس پول به خارج برفت سرمایه گذاری کرد. ما اینطور ملکی، ما ظالمترین انسان هاییم که نه رحم بر انسان، نه رحم بر حیوان، نه رحم به درخت و گیاه و هیچ چیز در دلهای ما نیست. به الله که رحم نکنید، به الله که رحم نکنید، دلسوزی نکنید به همان سگ، به همان خر و به همان حیوان پروردگار، به همان خلق پروردگار خدمت نکنید. به خدا قسم، روح آزادی، روح آباد